بریدن در خواب. در خواب بریده شدن دست معنای آن را دارد که شخصی دستش بریده شده به خیر و صداقت نیاز دارد. بریده شدن دست یک جای با پای از ضعیفی دین و مذهب درک می‌دهد. بریده شدن زبان بیکار ساختن دلیل و برهان است، یا شخصی چنین خواب دیده خیر و نیکی می‌بیند. نفری که در خواب عضوهای بدن خود را بریده خواب می‌بیند به سفر می‌براید و از نزدیکان خود جدا می‌گردد. بنفشه در خواب. بنفشه در خواب همچون شناسایی با نماینده جنس مقابل تعبیر می‌گردد. بوم در خواب. بوم در خواب به تنهایی و غم و غصه، ترس یا دزدی با تجربه اشاره می‌کند که ضررش به شخص خواب دیده می‌رسد. بلبل. بلبل در خواب خدمتگاری خود سردار، راهبر، زن یا غلامی است که برا را بردباری می‌آورد. شنیدن صدای بلبل در خواب بشارت از تولید طفلی است که در آینده قاری قرآن می‌گردد. بوی کشی. در خواب بوی کردن گل نشانه نیک بوده، رمز لذت و حلاوت و آسودگی خانوادگی است. بوز. بوز در خواب مثال تعبیر خوابی گوسفند را دارد. بعضی علما همین را علاوه کرده اند که بوز در خواب از معاشرت نمودن با شخصی بی‌عقل و جاهل و بدصورت آگاه می‌سازد. بوزی فربه و دنبه‌دار در خواب نشانه بایگری است و بوزی لاغر تعبیری برعکس را دارد. بوت. در خواب به بت طلایی سجده کردن معنای در میان نفران گناهکار و اشخاصی که با رفتاری ناروا غضب خداوند را آورده اند قرار داشتن است. نفری که چنین خواب می‌بیند وضع مالیویش خراب می‌گردد. به بت نقرگین سجده کردن باشد معنای آن را دارد که روزهای نزدیک گرفتار خیانت، بی‌وفایی شخص دوست داشته، شوهر یا زن می‌گردد. به بت دیگر یا بت چوبین سجده کردن به خاطر نفر منافق از دین خود رو تافتن است. رفت و در خواب بت را دیده به آن سجده نکنید، به سفر راهی دور میبراید یا بایگری نصیبتان میگردد. در خواب به آتش سجده کردن معنی داد کننده آن است که شخص چنین خواب دیده به شیطان سجده میکند، یعنی فرموده های او را اجرا کرده دست به گناه میزند و گرفتار خشم و غضب میگردد. به درخت و به ستاره سجده کردن از ضعیف گشتن ایمان شهادت میدهد. بافنده در خواب. بافنده در خواب نشانه کاری زیاد، احتمال کاری ساختمان است. در خواب بافتن از سفر کردن و مناقشه و نزاع درک میدهد. باطلاق. باطلاق را خواب دیدن معنای بی‌براری در کار است. بارانی در خواب قدر و منزلت انسان را تجسم می نماید. باران. اگر باران در خواب به کسی ضرر نرساند نشانه کامیابی، مال و ملک، نیکوکاری انسان است. رفت و باران در خواب زیان آور باشد یا از آسمان سنگ باریده یا خون میچکیده باشد معنای گناه صادر کردن و از فرموده های خداوند سرپیچی کردن است. بارانی با شدت و دوامناک از زیاد گشتن حاصل و پس‌شوی نرخ و نوای محصولات خوراکه اشاره میکند. بعضا باران در خواب هشدار از خداوند است. باری وزنین کشیدن در خواب بعضا گناه‌های صادر نموده است و گاهی دیگر ناخوشی و محتاجی است. برای زن چنین خواب نشانه حامله‌داری یا شوهر بد است. شخصی که در خوابش هیزم میکشد در بیداری غیبت، تهمت و دروغ میگوید. بام در خواب رمز بردباری، خوشبختی عائلوی و شکوفایی است. بوی خوش در خواب نشانه ستایش، حرف و کاری نیک است و بوی ناخوش نشانه برعکس این گفته ها را دارد. با امجان در خواب. هر نفر که در خواب با امجان میبیند بعد خستگی زیاد در زندگی موفق میگردد. بایگری در خواب. هر نفر که خود را در خواب ثروتمند میبیند از کمی خود قناعت میکند، زیرا قناعتمندی از رزق یافتن خود دولت است. بازار در خواب اساساً به معنای فریب، گناه، بیراهگی، غم و تشویش است، زیرا در بازار چنین عملها زیاد به چشم میرسد. نفری که در خوابش در بازار با صدای بلند نام الله را به زبان میآورد دست به کاری نیک زده بدی و گناه را پیشگیری می نماید. هر بازار در خواب تعبیر خود را دارد. بازار کتاب در خواب نشانه برای حق سفربر شدن و پشیمانی است. بازار دارواری در خواب به معنای شفا برای بیمار است. بازار موادهای خوش طعم کننده نشانه ایمان و خدا ترسی است.
طلا بازار در خواب تجسمگری آن است که خوشحالی و زیبایی زن زیاد می‌گردد. بازار عطریات از شنیدن خبر خوش و سخن گوارا درک می‌دهد. بازاری که در آن عراق فروخته می‌شود نشانه جنگ بر دشمن غالب آمدن را دارد. بازار سبزوات و ماهی نشانه به دست آوردن درآمدی منتظم است. بازار گوشت در خواب نشانه غم و تشویش است. بازار میوه باشد از اعمال نیک شهادت می‌دهد. بازار تخته در خواب نشانه درویگی در دین است. بازاری که در آن خیمه می‌فروشند نشانه سفر و سیاحت است. خواب دیدن سوختار در بازار از درویگی و بی‌وجدانی سوداگران آن درک می‌دهد. در خواب واردی بازار گشتن معنای در بیداری واردی مسجد گشتن است. بازی در خواب بازی کردن نشانه خودفریبی و دروغ، مسخره و تحقیر است. همزمان بازی در خواب از رسم و تعامل دینی را پورا به انجام نرساندن دلالت می‌دهد. قمار بازی در خواب نشانه بدبختی و جزا است و از پیدا کردن دشمن و مناقشه با دوستان دلالت می‌دهد. بازگشت از سفر برگشتن معنای از غم و تشویش و بدبختی ها رها یافتن را دارد. چون این خواب بعضا میتواند نشانه از گناه های صادر نموده پشیمان شوی شخص خواب دیده را تجسم نماید. بابا نفری که در خوابش بابا می شود عمری دراز می بیند و شأن و شرفش می افزاید. رفت و بابا در خواب فوتد، سعی و کوشش انسان در زندگی کم می گردد. بینی افشانی در خواب نشانه پرداخت نمودن تمام قرض‌ها یا رفع نمودن مشکلی دیگر است. برای مالچه بینی افشانیدن معنای فریب خوردن را دارد. نفری که به زمین بینی می افشاند از تولید دختر شاد می گردد. مردی که در خانه نفری بینی افشاندنی خود را خواب می بیند با زن این خاندان مناسبت محرمانه می کند. بیابان در خواب نفری که بیابان و دشت را خواب می‌بیند در زندگی به همه چیز نائل می‌گردد. دشت کلان و بیکنار در خواب نشانه خوشحالی و سرور است. بسم الله الرحمن الرحیم در خواب تلفظ نمودن عباره بسم الله الرحمن الرحیم از علم و دانش اسلامی و برای حق سفربر شدن انسان را بازگویی می‌کند. به ترتیبی در خواب دیدن به ترتیبی از ناخوشی و ناگواری شهادت می‌دهد. شخصی بیمار خواب دیدن معنای آن را دارد که نفران غمگین شاد می‌گردند و ثروتمندان محتاج می‌گردند. در خواب از بیماری فوتیدن شهادتی آن است که بعد قشاقی انسان بایدارا می‌گردد. در خواب خود را بیمار ببینی اگر نیتی به سفر برآمدن را داشته باشی در سفر خطر تهدید می‌کند. بیمارخانه را خواب دیدن یا در خواب به خبرگیری شخصی بیمار رفتن از بردباری در کارها، سلامتی خوب و کامیابی ها دلالت می‌دهد. در خواب بیوه شدن زن شهادت خوشبخت شدن و آرامش قلب در بیداری است. باغ سبزی که در آن درخت و گل می‌روید در خواب به معنای اسلام و ایمان است. نفری که در خوابش در باغ سبز و خرم سیر می‌کند بعد مرگ به بهشت می‌رود. باغ را در خواب آب دادن معنای به زوجه خود با محبت و رضایت عمر بسر بردن را دارد. بخشش اگر شما در خواب از نفر بخشش میپرسیده باشید دوستی خود را از دست میدهید. نفری که در خوابش شخصی در نزدش گناهکار بوده را میبخشد الله گناهان او را میبخشد. بستن درها نفری که در خوابش درهای نو را میبندد اگر مجرد باشد با دختری خوش اخلاق و با ادب عائله بنیاد میکند. رفت و شخص خوابش را در را پوشیده نتواند از کاری که از عهده‌اش برآمده نمیتواند دست میکشد. اینچنین از بدی ایمن میماند. در خواب پوشیدن در نشانه زندگی نادرست است. برف در خواب به شرط نشانه حاصلناکی زیاد فایده و شفا یافتن از بیماری ها است که در فصل زمستان باریده باشد. در فصل تابستان باریدن برف را خواب دیدن شهادت خراجات و خرابکاری است. برزگاو در خواب هر نفری که در خواب شماره زیادی برزگاو ها را اداره می کند اگر امکانیت داشته باشد راهبر کشور می گردد. نشستن به بالای یکی از برزگاو ها فراوانی و سری و پوری می باشد. در خواب شنیدن آواز برزگاو معنای آن را دارد که شما به راه دور می برایید
агар барзагов инсонро аз по афтонад, он нафарро рӯзи маргаш наздик аст. маоси барзагов нишонаи низоъ аст ва қурбонӣ бурдани барзагов дар хоб маънои онро дорад ки шахси бадкирдоре шуморо ғолиб меояд. барзаговро бешох хоб дидан нишонаи ҳамсӯҳбат гаштан бо шахси пасту залил ё камбағал аст. байтор дар хоб рамзи инсонест ки тақдири дигаронро ҳал мекунад. барача дар хоб тифле аст ки аз рӯи гуфтаҳои волидони худ амал мекунад. нафаре ки дар хобаш гӯшти барача истеъмол мекунад бойгарии начандон зиёд ба даст меорад. садои барача ба тӯҳмати хидматгорӣ маккора ишора мекунад. бараҳнагӣ дар хоб нафаре ки дар ҷои серодам худро бараҳна хоб мебинад дар бедорӣ шарманда мешавад. шахсе ки дар хобаш бадани урёни худро бо чизе пӯшонидан мехоҳад зиёрати ҳаҷ мекунад ё зарар дида камбағал мегардад. урён будани зан дар хоб нишонаи аз наздикон ё шавҳар ҷудо шуданаш аст. банан дар хоб шаҳодати саломатии комил ва беҳбудӣ аст. барги дарахт дар хоб либос аст. боз мегӯянд ки дар хоб дидани баргҳои сабз нишонаи хушнудӣ асту баргҳои зард рамзи бадбахтиву қашшоқӣ. баҳор дар хоб дидани фарорасии фасли баҳор ҳуҷуми душман аст. бадарға нафаре ки дар хоб шахси худотарсу тақводорро бадарға мекарда бошад аз нафароне ки расму оини диниро риоя менамоянд рӯ мегардонад. бахмал дар хоб дидани бахмал ё матои бахмалӣ нишонаи ба сафар баромаданро дорад. барӯй зане ки дар хоб ба рухсораи худ бо дастонаш мезанад хабари писар шадор шуданро мешунавад. бадхашмӣ дар хоб нишонаи ба маҳбас афтидан аст. шахсе ки дар хоб аз хонаи худ дар ҳоли қаҳру ғазаб берун мешавад ба маҳбас меафтад. таъбири дигари чунин хоб осудагиву оромӣ дар хонаи шахси хобдида аст. бадқавоқӣ дар хоб симои худро ҷиддиву бадқавоқ хоб дидан аз духтар чадор шудани шахси хобдида далолат медиҳад. аз сабабе ки навори мо зиёд гардид мо ҳарфҳои беро боз ҳам ба қисми ду мепартоем ва бигзор ки мо ҳарфҳоро идома диҳед ва дар охир шояд боз ҳам бо ҳарфи беро табир намоем. боқӣ сарбаланду хонаобод.